ولی بعضی آدم‌ها گفتن که این دنبال فقط زنک‌ها که گپ زده میشینند. اینجا پخش مستقیم از من حاضر با وجود اینکه یوتیوب کار نمیکنه در روسیه 600 نفر اشتراک دارم، یعنی در نزد 600 نفر من این زنک گپ زدم. مثلا خلوت نیست، اینجا بود چند تا نوار بردارا هستن، دیگر آدم‌ها گوش دارد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده زنها میپرسید، بنابراین حضرت عایشه مادر مومن‌ها گفتن که رحم الله نساء الانصار لم یمنعهن الحیاء ان یتفقهن فی الدین. الله تعالی زنهای انصاری ها را رحم کند، زنهای اهل مدینه را شرم و حیا پیش راه فقیه شدن را نگرفت. آنها آمده سوال خود را خودشان میدادن، اگرچه متعلق به احکام زنها، احکام محرمیت باشد هم. و پیامبر صلی الله علیه و سلم به سوال آنها جواب میداد، نگفتن که شوهرت را رایی کن، نگفتن. این اجازت است که مفتی به سوال مردم جواب گوید، طالب علم به سوال زنها جواب گوید. خلوت ماندن و دیگر امر از خلوت ممنوع است، باید در حضور آدم ها باشد.